با سلام و وقت بخیر خدمت همه بیننده های عزیز بانوتوپیا. من آناهید حبیبی هستم از رسانه بانوتوپیا و امشب در ادامه سری برنامه های زندمون در خدمت سرکار خانم مانا قدیریان هستیم، وکیل رسمی استرالیا، تا به سوال های شما عزیزان پاسخ بده. مانا جان سلام، خیلی خوش اومدین. من ازتون خواهش میکنم که خودتون رو برای بیننده های جدید ما معرفی کنین. البته خب به هر حال خیلی از شما رو میشناسن، ولی برای اون که دوستانی که جدید دارن شما رو میبینن ممنون میشم که خودتون رو معرفی کنید و در مورد شرکتتون توضیح بدید که چه خدماتی رو به جامعه فارسی زبان ارائه میدید. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیزتون و خدمت آنای جون. من مانا قدیریان هستم، وکیل به معنای لویر. توی استرالیا از سال 2017 وکیل شدم، یعنی به عنوان ادمیشن گرفتم و سال 2020 پروانه نامحدود گرفتم که اجازه میده بدون اینکه سوپروایزر داشته باشم کار کنم. و از همون سال 2020 هم شرکت خودم رو زدم به نام Checks and Balances Law که توی سیدنی هست و در زمینه تجاری و خانواده و برخی کارهای کریمینال، ولی در سطح لوکال کورت، در سطح یعنی پایین در سیدنی کار کریمینال هم انجام میدیم فکر، ولی در زمینه خانواده چون حوزش فدراله در کل استرالیا میشه خدمت رسانی کرد. یعنی شما همه وکیلا نمیتونن تو همه استرالیا کار کنن، درسته؟ چرا؟ قانونا تمام وکلا از زمانی که پروانه داشته باشن پروانهشون اجازه میده که در تمام ایالات کار کنن، ولی یه مقدار یه سیستم کلانکیه تو حوزه هایی که فدرال هست، مثل خانواده یا کار، حقوق کار و کارفرما، خیلی راحت تره چون تمام قوانین کم و بیش یکسانه. حالا دادگاه ها یه مقدار تفاوت هایی دارن از لحاظ رویه کلی، ولی قانون یکسانه و رویه کلی هم یکسانه، منهای بعضی قوانین لوکال. ولی مثلا کریمینال، حوزه کریمینال یا حوزه ویلز، وصیت‌نامه و اینا، قانونش هر ایالت به ایالت فرق کنه، هرچند که شبیه اونا هم خیلی متفاوت نیستن، ولی اونجوری نیست که دقیقا یکسان باشن. در نتیجه سخت‌تر میشه. یعنی مثلا اگه کار کریمینال شما داشته باشین، بهتره که از وکیل لوکالتون و توی ایالت خودتون استفاده کنین، ولی برای کار خانواده عملا هیچ فرقی نمیکنه. خیلی بریسترها یا سالیسیترها از سیدنی میرن ملبورن، از ملبورن میرن نمیدونم بریسبن، فرقی نمیکنه. میتونید هر وکیلی که راحت هستید باهاش تو کل استرالیا استفاده کنید. منهای باز یه مقدار فرقای واسه وسترن استرالیا داره، ولی توی ایسترن استیتس در زمینه خانواده خیلی راحت میشه تو همه ایالات کار کرد. خیلی ممنون. مانا جان، من میتونم از خواهش کنم فرق بین الان شما از دو تا اصطلاح استفاده کردین، گفتید بریستا و لایر، درسته؟ یه بله همچین درسته. میشه فرقشون رو یه توضیح کوچولویی برای ما بدید که چه فرقی با هم دیگه دارن؟ بله، لویر یه کلمه چتری هست که هم شامل سالیسیتر میشه هم بریستر، و تفاوت این دوتا کلمه و این دوتا شغل قانونی، یعنی تفاوت‌های قانونیش نیست، تفاوت‌های واقعی و عملیشه. چون همه سالیسیترها از سال 2015 به بعد دقیقاً هر کاری که بریستر میتونه انجام بده رو اونا هم میتونن انجام بدن. چون قبلا اینجوری بوده که در سالهای قدیم اینجوری بوده که سالیسیترها تو سوپیریر کورت آف رکورد، یعنی دادگاه‌های عالی که شامل سوپریم کورت و های کورت میشده، نمیتونستن برن، ولی الان همچین فرقی اصلا وجود نداره. در نتیجه همه سالیسیترها همه کاری که بریسترها میتونن بکنن رو میکنن، و در واقع فرقی که دارن با هم یه فرق واقعیه، نه فرق قانونی و حقوقی. ولی فرق واقعی خیلی واقعا فرقه. سالیسیترها تو شرکت کار میکنن و با موکل مستقیم در تماس هم. موکل میره پیش سالیسیتر، مشکلشو یا درخواستشو میگه، سالیسیتر کمک میکنه. اگه کار به دادگاه کشید یا موضوع پیچیده‌ای بود خارج از دادگاه، سالیسیتر از بریستر درخواست کمک میگیره. بریسترها متخصصن در شواهد و ادله که بهش میگن اویدنس یا اویدنس اکت و پروسه های دادگاهی. شاید حالا خیلی بخوایم عامیانه حرف بزنیم میشه گفت مثلا بریسترها متخصصن، سالیسیترها مثلا دکتر عمومیه. خیلی عامیانه است این حرف، ولی حالا برای به عنوان مثال. و معمولا بریسترها مستقیم با موکل
قرارداد نمیبندن و کمک میکنن. میشه اونم باز میگم چون تعاقد واقعی نه حقوقی، بریسترها هم میتونن مستقیم با موکل چیز کنن، چون فرقا رو خیلی تو 2015 عوض کردن، ولی عملا انجام نمیدن. خیلی هم ممنون، متشکرم. ببخشید چون این برای خیلی سوال میشه که فرقشون چی هستش. مانا جان، ما واقعیتش رو یه پستی رو توی گروه خانوما گذاشتیم به خاطر اینکه بتونیم سوال‌هایی که خیلی متداوله و برای خیلی خاص سواله، موضوعاتی که خیلی برای خیلی سواله رو پیدا کنیم. و خب اون پست که گذاشته شدهش خیلی ها اومدن زیرش سوال کردن و ما اون سوال ها رو قرار شده که بچهای ادمین زیر این پست بنویسن و من از شما سوال کنم. خب حالا اگر اجازه بدین من اولین سوال رو بخونم خدمتتون. بله. فقط قبلش دیسکلیمر رو بخوایم بگیم که بله شما بفرمایید اونو حتما. با این طبق روال همیشه این صحبتمون هم جنبه کلی و عام داره، جنرال ادوایس یعنی جنرال دیسکاشنه و ادوایس یا مشاوره حقوقی نیستش، منوط به کیس مشخصی نیستش و همه حرفا بحث عام و کلی داره. و اگه سوال مشخصی دارید در زمینه خودتون، مخصوصا که پرونده ها بر اساس اون فکت و سناریوی خودشون جلو میرن، نمیشه کلیت واسه. در نتیجه این صحبت ها کلی هستن و مشاوره حقوقی نیست و مسئولیتی هم متوجه آناهی جون، بانوتوپیا یا من یا چکس اند بلنسز لا نیست. خیلی هم ممنون. خب اولین سوال خدمتتون بخونم که سوال این هستش که قوانین کلی حضانت فرزند چیست؟ بله، این پست رو یه دوستی فرستاده بودن و فکر کنم میگفتن که آیا مثلا قوانین کلی وجود داره که مثلا بچه تا این سن با مادره و از سن خاصی به بعد با پدر یا همچین چیزی. قبل از که وارد جزئیاتش بشم، اولا در نظر داشته باشین دوستان که دادگاه ها و وکلا اینا اصلا وارد داستان نمیشن مگر اینکه طرفین نتونن توافق کنن. یعنی شما اصلا فکر نکنید اینجوری که حتما اگه جدا شدید از همسرتون یا پارتنرتون حتما باید برید دادگاه در مورد بچه. طرفین میتونن هر جوری که دوست داشته باشن فرزندشون رو تربیت کنن با هر مدلی، امروز اینجا فردا اونجا، هر جوری که دوست دارن، تا زمانی که توافق باشه مشکلی نیست. مگر اینکه بحث جنایی باشه یا مثلا بچه در خطر باشه، اون یه بحث جدا. ولی اگه بچه در خطر خاصی نباشه و توافق طرفین باشه، شما میتونید هر جور که دوست دارین بچه‌تون رو. ولی اگه توافق بین طرفین حاصل نشه، اون موقع است که ما اصلا وارد بحث دادگاه و وکلا و دادگاه خانواده و اینا میشه. توی استرالیا حالا خوب یا بد قانون کلی وجود نداره که از مثلا مثل ایران باشه که تا 7 سالگی بچه با مادره یا بعدش با پدره. قانون خانواده چه در زمینه بچه ها چه در زمینه مالی کیس بای کیسه و قاضی دادگاه خانواده یه دیسکریشن خیلی زیادی داره، یعنی اختیارات خیلی زیادی داره، شاید بیشتر از یه قاضی دادگاه تجاری، به خاطر اینکه اون درکی که اون قاضی میکنه از اون خانواده مشخص رو نمیشه چالش کرد. در نتیجه با احتساب همه این مسائل جواب این سوال رو باید بدم که دو تا مفهوم کلی هست. اگه کلمه حضانت رو بخوایم موشکافی کنیم، دو تا مفهوم کلی هست. یکی parental responsibility که میشه تصمیم های کلی که والدین در مورد فرزندشون میگیرن، که چه مدرسه‌ای بره، چه دینی داشته باشه یا نداشته باشه، چه مدیکال و امور پزشکی، چه خدمات پزشکی یا دندان پزشکی دریافت کنه، که چند تا مورد کلی که الان خدمتتون گفتم. و در مورد این parental responsibility هم دعوا زیاده. تا قبل از 26 می 2024 فامیلی لو اکت یا قانون خانواده اینجوری بود که پیشفرض دادگاه اینه که طرفین باید با هم تصمیم میگیرن، مگر اینکه مشکلی باشه و دادگاه تصمیم میگیره که مثلا مادر بتونه تصمیم ها رو بگیره یا پدر بتونه تصمیم ها رو بگیره. از 26 می 2024 این پیشفرض دیگه وجود نداره و قاضی ها خیلی راحت‌تر میتونن این parental responsibility رو فقط به مادر یا فقط به پدر بدن. و تجربه منم این بوده که از بعد از می خیلی راحت‌تر این دستور رو صادر میکنن، اگه دعوایی باشه در این زمینه این دستور رو صادر میکنن که مثلا مادر تصمیم گیره یا پدر تصمیم. و علیرغم اینکه زیاد دعوا میشه و زیاد بگو مگو در این زمینه پیش میاد،
عملا یه چیز سیمبالیکه و خیلی تصمیمای مهم در مورد بچه ها عملا زیاد گرفته، چون معمولا بچه یه مدرسه میره که نزدیک به هر دو والد باشه و دینم معمولا طرفین یا مسلمونن یا بیدینن یا مذهبیان، بیشتر سیمبالیکه علیرغم دعواهای زیاده که پیش میاد. و میگم الانم 26 می 2024 به بعد خیلی راحت‌تر دادگاه ها به یکی از طرفین، همون طرفی که مثلا مادری که بچه ها بیشتر پیششن، میگن تو هم تصمیم ها رو بگیر ولی مثلا به پدر خبر بده. البته چون قانون نسبتا جدیدیه، حالا باید در عمل ببینیم که چجوری چیز میکنن، ولی خب نسبت به قبل راحت‌تر شد. خب کلمه هضانت یکی بحث پرنتال ریسپانسیبیلیتی در مورد امور اصلی، یکی هم زمانیه که بچه با پدر و مادر میگذرونه که این واقعی تر از اون پرنتال ریسپانسیبیلیتیه، چون خیلی فرق میکنه مثلا بچه 2 شب در هفته باشه یا هیچ شب نباشه، چون دادگاه ها این قدرت رو دارن که به یک تک از طرفین بگن تو اصلا هیچ زمانی با بچت نگذرون. کم پیش میاد و بعد اویدنس قوی باشه ولی پیش میاد. و برای اینکه تصمیم بگیرن دادگاه ها که چه زمانی رو به مادر بدن چه زمانی رو به پدر بدن، اگه خیلی آکادمیک بخوایم بهش نگاه کنیم، به ماده 60 CC یعنی 60 سی بزرگ دادگاه خانواده نگاه میکنن که این هم از 26 می ساده ترش کردن و سیفتی رو سیفتی بچه، امنیت بچه و امنیت کسی که بچه رو نگه میداره، که معمولا حالا یا مادر یا پدر، کسی که در زمانی که طرفین میرن دادگاه بچه نگه میداره، سیفتی اون فرد رو هم دادگاه در نظر میگیره. سیفتی رو خیلی مهم کردن. نظرات بچه هم در نظر گرفته میشه، مخصوصا بچه های بزرگتر و مخصوصا بچه های بالای 14 15 و 16 18 دیگه عملا خودشون تصمیم میگیرن. یعنی واسه بچه 15 ساله دادگاه رفتن عملا بیفایده است، چون هرچی بچه بگه همونه. و حتی اگه بچه مثلا بگه من میخوام با مادر باشم، رأی دادگاه بگه با پدر، چجوری میشه زور کرد یه بچه ای رو؟ پلیس نمیاد مثلا یه بچه 15 ساله رو بزن. عملا بچه های کوچیک‌تره که دعوا سرشون. عامل دیگه ای که در نظر گرفته میشه، یکی نیازهای روانشناختی، فرهنگی و دیولوپمنتال اون فرزنده، که قانون نانوشته که بین وکلا هست و توی متن دادگاه نیست و من رأی خاصی هم ندیدم، ولی قانون نانوشته اینه که بچه های زیر 1 سال معمولا با پرایمری کرگیورشونن که معمولا مادره، میتونه پدرم باشه ولی معمولا مادر، و شبا جدا نمیشن از مادر. یعنی نمیشه گفت مثلا بچه زیر 1 سالو مثلا جمعه شبا به پدرش بشه، مثلا یک شنبه صبح یا شنبه صبح برگرده، معمولا این اتفاق نمیفته. برای بچه های زیر 1 سال چند ساعت در هفته، مثلا 1 2 ساعت برن پیش فردی که پدری که یا مادری که پرایمری کرگیور نیست. ولی تو اغلب خانواده ها معمولا پدره که پرایمری کرگیور نیست و مادر پرایمری، یعنی چند ساعت در هفته میره پیش. بچه های بالای زیر 2 سال این ساعت یه خود بیشتر میشه، مثلا میشه حد اکثر 8 ساعت 7 ساعت، ولی بازم شب بچه های زیر 2 سال پیش نان پرایمری کرگیور نمیمونن. بچه های 2 تا 1 سال معمولا 1 شب در هفته و همینجوری اضافه میشه تا بچه های فکر کنم حدود 5 ساله که میتونم مثلا 3 4 شب. و یه امری هست که گاهی مشتبه میشه و اشتباه زیاد پیش میاد و معمولا هم پدرها ولی بعضی وقتا مادرها میگن، مثلا من ازشون پرسم چجوری دوست داری که فرزندتو ببینی و میگن هرچی ایشون داره منم همون رو کنم، اگه ایشون 1 هفته داره منم همون 1 هفته دارم. اگه ایشون 2 هفته. متاسفانه یا خوشبختانه خیلی کم پیش میاد که دادگاه ها نصف نصف بکنن، به خاطر اینکه اولا بچه ها اموال نیستن که نصف نصف بشن و اون کیسی که بچه 1 هفته پیش مادره پیش پدره نیازمند اینه که پدر و مادر خیلی با همدیگه همکاری داشته باشن. و کیسی هم که به دادگاه میرسه، همین که به دادگاه رسیده خودش نشون دهنده اینه که طرفین همکاری نداشتن. و در نتیجه من تا به حال شاید ندیدم که دادگاه رأی بده که نصف نصف بده. دیدم بین طرفین توافق شده و معمولا هم افرادی که باسوادن و خونه هاشون نزدیک همه و سعی میکنن بچه رو
صلاح بچه رو در نظر بگیرن، چرا توافق میتونن بکنن، هیچ مشکلی هم نیست، بچه هم راضی، هم راضی. ولی طرفینی که با هم دعوا دارن و دادگاه میرن، نصف نصف عملا اتفاق نمیفته. و همونطور که خدمتتون گفتم، قانون کلی که از این سن به اون سن باشه وجود نداره و هر کیسی کیس با کیسه، و اون قوانین نانوشته که حالا خیلی هم واقعا نانوشته است و کلیه و خیلی نمیشه بهش ارجاع دادم، خدمتتون گفتم. ولی چیزی که خیلی اتفاق میفته از لحاظ آماری اینه که بچه با نان پرایمری کرگیورش که مثلا پدر باشه، هر 2 هفته یک بار از جمعه تا یک شنبه یا دوشنبه قبل از مدرسه وقت بگذرونه و نصف اسکول هالیدی ها و نصف مثلا کریسمس و نوروز و ایستر و اینجور چیزا. این خیلی زیاد پیش میاد، متداوله که دادگاه ها این شکلی رای بدن، ولی مطلقاً بگیم مثلا این کیس خاص اینجوری میشه، نه اصلا. امیدوارم که خیلی اطلاعاتون رو سر نبرده باشم. نه خیلی خوب، جالبه و چقدر اطلاعاتتون هم کامل، دستتون هم درد نکنه. من همچنین خود ذهن داشتم فکر می‌کردم که واقعا چه جوری میشه وقتی که مثلا قضیه نصف نصفه. من دخترم یه دوستی داشتش که اینجوری نصف نصف بود و خیلی اذیت بود بچه. یه هفته بعد خونه مامانش میمونه، یه هفته خونه باباش. بعد خب من همش میدیدم که این بنده خدا یه سری وسایل مدرسه هم داره میره، یه سری وسایلش اونجاست، مثلا یه دفعه یادش میفته دفترش اونور جا گذاشته و خب خیلی واقعا اینجوری دقیقا نصف. به همین علته که همچین روتینی رو دادگاه ها نمیدن. و اون پدری هم یا مادری هم که every second weekend میگیره، یعنی هر 2 هفته یک بار میگیره، میتونه بهترین پدر دنیا باشه. یعنی اصلا اینجوری نیست که شما بگید مثلا شما پدر بدی هستی، ولی چون دادگاه میگه صلاح بچه اینه و مطالعات و تحقیقات ثابت کرده که بچه باید یه جای استیبل داشته باشه، نس نس نمیکنن. چون نس نس معمولا من ندیدم به نفع بچه باشه، کم پیش میاد. دقیقا. منم میگم دیدم دوست دخترم اینجوری بود، خیلی اذیت بودش بچه. خب من برم سوال بعدی. گفتن که اثبات جدایی زیر یک سقف چیه؟ این بحث در مورد طلاق پیش میاد که چون یه شرط طلاق، عملا تنها شرط مهم طلاق اینه که طرفین جدا شده باشن 12 ماه و ممکنه این جدایی زیر یک سقف بوده باشه، باید ثابتش کرد. منتها اگه زیر یک سقف بوده باشه، راههای اثباتش هم نسبتا ساده است. اگه طرفین با هم درخواست طلاق بدن، باید هم زن هم شوهر افیدیویت بنویسن که توضیح بدن که چرا توی خونه بودن. معمولا دلایل مالی یا در مورد بچه هاست که لحاظ لوجستیکی و پرکتیکال خود راحت تره که اینجوری زیر یه سقف باشن. و دو اینکه کارهای روابط زناشویی خب قطعا نباید داشته باشن تو اون 12 ماه، که باید تحت قسم اینو بنویسن که ما 12 ماه روابط زناشویی نداشتیم، اتاقمون رو جدا کردیم، همچین چیزی. کارهای خونه رو هم مثلا من لباسای خودمو میشستم، ایشون هم لباسای خودش جدا میشست، یا مثلا من لباس میشستم ایشون چیز میشد، ولی قرارمون این بود که مثلا ما جداگونه این کارا رو انجام بدیم که مثلا راحت تر باشه، ولی به معنای زن و شوهر نبود. و مهم اینه که از دید دیگران چی بوده. اینم یه عامل مهمیه که دیگران هم آیا شما رو جدا شده میدیدن، و اگه اینو داشته باشید دادگاه ها دیگه زیاد گیر نمیدن. اگه یکی از طرفین درخواست طلاق بده، مثلا زن یا شوهر، میتونه خود زن و یکی از دوستانش که دوستش هم بگه آره من میدونم که ایشون توی خونه بوده، ولی ایشون به من گفت که مثلا ما جدا شدیم ولی به دلایل مالی توی خونه راحت تریم تا حالا یا خونه رو بفروشیم یا هر چی. و مثلا با من مشورت کرد و گفتش که مثلا ما روابطی هم نداریم و فقط به خاطر پسرمون یا دختر. ولی 2 تا افیدیویت نیازه و خود سایت لیگال اید و خود سایت دادگاه هم یه تمپلیت دارن. یه مقدار حالت جنریک داره البته، ولی خب باید حقیقت رو طرفین بگن. میتونن از تمپلیت هایی که تو سایت لیگال اید هست استفاده کنن که خیلی جامع و کامل باشه که رد نشه. بعد بعد ببرن این کسی که این فرم رو پر میکنن همون فقط آنلاین پر کنن کافیه؟ افیدیویت یعنی که یه پر میکنن که اسم و آدرس و اینا رو مینویسن و تحت قسم هست، و خود سایت دادگاه خانواده تمپلت افیدیویت رو داره. افیدیویت باید جلوی یا وکیل، لویر، سالیسیتر، یا جی پی، جاستیس آف the پیس امضا بشه. بعد کلا هر افیدیویت، اصلا افیدیویت یعنی راه اثبات، یعنی شواهدتون رو مینویسین 1 2 3 4 تو هر زمینه نیاز داره. یعنی ما زندگی وکلا 90% با افیدیویت.
این هم افیدیویت اثبات جدایی زیر یک سقف، مثل هر افیدیویت دیگه شما شواهدتون می توی فرم مشخص جلوی جی پی یا جلوی سالیسیتر قسم میخورید که حقیقت داره. بعد دیگه بقیه کارهای طلاق رو توی پورتال دادگاه مثل بقیه فرما آپلود میکنید. بحث طلاق هم اگه یادتون باشه جلسه قبل چیز کردیم که پله به پله صحبت کردیم. فکر کنم تو لایو قبلی میتونن جا بدمش. خیلی هم ممنون. سوال بعدی این هستش که آیا خشونت خانگی عاملی در بحث حضانت کودکان هست؟ بله، خشونت خانگی همونطور که توی اخبار این احتمال شنید یه بحث خیلی داغه. در همه زمینه های خانواده خیلی خیلی مهمه، در بحث حضانت کودکان هم بسیار مهمه. و تعریف خشونت خانگی هم اولا وسیع‌تر از قبل شده، دیگه محدود به خشونت های فیزیکی نیست. هم میتونه فیزیکی باشه که مشخصه که مثلا زدن و ضرب و جرح فیزیکی، آسیب رسوندن به حیوانات، مثلا آسیب رسوندن به پت همسر یا پت خانوادگی، آسیب رسوندن به اموال و قطعا آسیب رسوندن به بچه هم که 100% خشونت خانگیه. آسیب رسوندن به مادر جلوی بچه ها یا آسیب رسوندن به پدر جلوی بچه ها خشونت خانگی خیلی جدیه و همینطور به پت. کما اینکه یه کیسی بود که یه پدری جلوی بچه ها خرگوش خانوادگیشون رو میکشه و همین باعث، البته من دقیقا نمیدونم که آیا کریمینال رکورد هم داشته یا نه، ولی این کار رو قطعا کرده و برای دادگاه ثابت شد که این کار کرده و این خشونت خانگی کافی بود که دادگاه بهش هیچ زمانی نده برای دیدن بچه ها. البته ممکنه کریمینال رکورد هم داشته باشه خارج از، و در نتیجه خشونت خانگی خیلی مهمه. خشونت خانگی غیر فیزیکی هم وجود داره که میتونه خشونت مالی باشه، خشونت سلب آزادی باشه، سلب آزادی هایی که یک فرد به صورت عادی داره ولی تو اون داینامیک خانواده نداره. اگه کسی مثلا دسترسی به حسابهای بانکی کسی رو محدود کنه، دسترسی به موبایل و بیرون رفتن و دوستان رو محدود کنه، ایزوله کرد، که البته میگم باز اینا چون نسبتا که دقیقا جدید اضافه شده، ما باید ببینیم که دادگاه ها چقدر دیگه پیش میبرن، چون به نظر من یه مقدار خیلی داره اینترونشنیست و یعنی دادگاه میتونه تو همه زمینه ها دخالت کنه و خیلی دیگه زیادی شده. حالا ببینیم در عمل دادگاه چطوری تعبیر و تفسیر میکنن، که از خشونت فیزیکی رفتیم به سمت کوئرسیو کنترل، که کوئرسیو کنترل تو نیو ساوت ولز پارسال جرم شد. یعنی اگه کسی دسترسی به بانک و ایزوله کردن و همین چیزایی که نام بردیم اینا جرم هم هست. علاوه بر اون در بحث خانواده هم تاثیر میذاره که باز باید ببینیم که در عمل، چون میگم خیلی دیگه واقعا وسیعه، باید ببینیم که در عمل دادگاه ها و قضات چجوری اینو چیز میکنن، تعبیر و تفسیر میکنم. ولی به صورت کلی بله، خشونت خانگی چه فیزیکی چه غیر فیزیکی تاثیر خیلی زیادی داره در اینکه دادگاه کدوم فرد رو به اصطلاح صالح بدونه برای اینکه پرایمری کیرر باشه و تصمیم در مورد بچه ها بگیره و بیشتر با بچه ها وقت بگذرونه. و البته اون طرف هم هست، یعنی دادگاه ها متوجه هستن که خیلی ها به دروغ اتهام خشونت خانگی رو باز میکنن که دست بالا رو داشته باشن. این هم اتفاق میفته. کما اینکه یه مادری، اینم یه نسبتا کیس اخیر بود، یه مادری اتهام جنسی به شوهرش زده بود علیه فرزندش، یعنی گفت شوهرم از لحاظ جنسی دخترم مورد سوء استفاده قرار داده، ولی این اتهام دروغ بود، یعنی ثابت شد که دروغه و فرزند رو به اصطلاح حالا از دست داد، یعنی دیگه پرایمری کیرگیور نبود و بچه الان دیگه با پدرش داره وقت می‌گذرونه. و میام داد، یعنی فکر نکنن خانوما یا آقایون یا هر کی که ما بریم یه کیس قضایی و علکی باز کنیم به بهانه این یه دست بالا رو تو دادگاه. ممکنه یه چند ماه جلو بیفتید، ممکنه افراد غیر کمتر آماده مثلا یه پلیس جونیور حرف شما رو باور کنه، ولی دادگاه خانواده، قاضی دادگاه خانواده که حداقل 20 سال تو این زمینه سابقه داره معمولا خوبه، معمولا میتونن تشخیص بدن که کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. و اصلا وظیفه قاضی اینه، چون معمولا یکی میگه مثلا در فلان روز ایشون منو زد،
نه شاهدی هست نه هیچی. و قاضی خانواده اصلا وظیفش اینه که بگه تو دروغ میگی تو راست میگی و رأی نهاییشو بر اساس اون بده. در نتیجه امیدوارم این بدآموزی نباشه که الان خانم ما بگن ما هم، چون من زیاد دیدم اتهام خشونت خانگی به دروغ و از اون بر خشونت خانگی به واقعی که اون طرف هم گردن نمیگیره. و حالا ان واقعا خشونت خانگی هیچ موقع پیش نیاد، بحث خیلی مهمیه، ولی خشونت خانگی که به دروغ باز میشه همون قد بده که خود خشونت خانگی. خیلی ممنون. حالا من یه سوالی مطرح شده در همین ارتباط با خشونت خانگی که آیا خشونت خانگی عاملی در بحث تقسیم اموال هست؟ بله، این یه بحثی که مقدار تکنیکال تره. به شدت بحث بچه ها نبود اه، تا قبل از 10 جون 2025، یعنی حدود 1 ماه پیش. البته همیشه بود، یه چیزی بود به نام کنن آرگومنت، یه کیسی بود به نام کم کنن خانواده کنن، که تو اون کیس فول کورت این رأی رو داده بود که اگر یکی از طرفین تحت خشونت خانگی باشه ثابت بشه، اون فرد سهم بیشتری از اموال متریمونیال رو برمیداره. ولی توی قانون خانواده بهش نام نبرده بودن. ما همیشه مثلا وکلای خانواده اول دادگاه میگفتیم مثلا ما کنن آرگومنت داریم، یعنی که مثلا موکل ما تحت خشونت خانگی بوده، به خاطر اون مثلا 1% بیشتر میخواد از اموال برداره و همیشه بهش میگفتیم کنن آرگومنت. ولی الان که اومده توی خود متن قانون عملا بهش اهمیت بیشتری دادن و چون کلا 1 ماه این قانون تصویب شده، باز باید ببینیم که مثلا چند درصد قضات به این خشونت خانگی، آره مثلا خشونت خانگی که مثلا در عرض 5 سال بوده رو میگم 5% بیشتر از اموال برداره، 10%، حالا باید ببینیم. ولی بله در اون زمان در قانون خانواده این بحث جدیتر شده نسبت به قبل و خشونت خانگی به ضرر فردی میشه که خشونت خانگی رو ابراز کرده و ایجاد کرد، از لحاظ مالی هم. من حالا میخوام ازتون یه خواهشی کنم که یه زمانی یه دونه از جلسه هامون رو فقط بذاریم راجع به همین بحث تقسیم اموال یه زحمتی بکشید صحبت کنید، چون خیلی تصورای ذهنی اشتباهی من میشنوم که مثلا میگه اگه تو رفتی با یکی 6 ماه زندگی کردی میتونی اموالش رو ادعا کنی و فکر میکنن به همین راحتی میتونی نصف اموال اون کسی رو که رفتی 6 ماه باش زندگی کردی برداری، و یه سری تصویرهای ذهنی غلط اینطوری هستش. من حالا میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از برنامه هاتون راجع به این کلا کامل صحبت کنیم که متوجه بشن که واقعا واقعیت قضیه چی هست و چجوری این اتفاق میفته. دقیقاً. میخوایم یه خیلی کوتاه در زمینه روابط کوتاه مدت توضیح بدم، چون این سوال زیاد پیش میاد که آیا مثلا سوال باشه در روابط کوتاه مدت به فردی که مالی تو زندگی نیاورده مالی تقسیم میشه یا نه. میخوام همچین سوالیه، چون این میخوام حالا این رو انجام مشکل. بدیم، ولی میخوام یه دونه کلی ترم حتما اگه زحمت نیست یه برنامه رو مثلا بذاریم به مفصل راجع بهش صحبت بدیم، ولی همین راجع به چیزای کوتاه مدت هم ممنون میشم بگید. دقیقاً بله، چون این سوال خیلی پیش میاد و باعث خیلی اضطراب و استرس میشه. در روابط کوتاه مدت که حالا باز کوتاه مدت معنیش چیه خود اونم یه داستانیه، ولی حالا برای for the sake of the argument بگیم روابط زیر 3 سال یا تو بعضی مواقع زیر 5 سال، قانون کلی و نانوشته اینه که you walk out with what you walk in، یعنی با همون چیزی که اومدی توی رابطه با همون هم میری بیرون. اگه هیچی نیاوردی هیچی هم ور نمیداری. و متاسفانه آره این امر خیلی مشتبه شده و نمیدونم از کجا میاد، شاید از فیلم ها و پاپ کالچر به اصطلاح میاد که مثلا ما تا ازدواج کردیم نصف اموال، اصلا همچین چیزی وجود نداره. و من خیلی دیدم بعضی تو در حالت پنیک شنبه یک شنبه، معمولا هم آقایون متاسفانه حالا زنگ میزنن که مثلا ما خانومی ازدواج کردیم مثلا از ایران اومدن یا اینکه از هم اینجا اومدن، ولی مثلا رابطمون الان مثلا 6 ماه تموم شده و خانوم میگه که من نصف اموال رو بخوام. به هیچ عنوان نصف اموال تقسیم نمیشه و میگم قبل روابط کوتاه مدت you walk out with what you walk in. البته افرادی که مالی دارن از قبل، یه خونه، پول، نمیدونم هرچی، بسیار پیشنهاد میشه که حتما اون چیزی که به اصطلاح میشناسیم پریناپ یا باینینگ فاینانشال اگریمنت بنویسن.
اگه دو طرف پول دارن که دیگه هر دو طرف برای محافظت از اموالشون و مخصوصا اگه از بچه ای از رابطه قبلی دارن، پیشنهاد میشه که حتما بنویسن. اگه ندارن که خب نیازی هم نیست، ولی اگه بنویسن خب یه مقداری شورتر و مطمئنتر و کاملتره. ولی اگه ننویسن هم، اگه رابطه کوتاه باشه و اتفاق خاصی هم نیفتاده باشه، مثلا ممکنه رابطه کوتاه باشه ولی 2 تا بچه داشته باشن، در اون زمان فرق میکنه. اگه بچه‌ای نداشته باشن، اموالشون رو به صورت خاص تقسیم نکرده باشن، ممکنه تو رابطه 2 ساله هم مثلا یکی $100,000 بوده، یکی $200,000 با هم یه خونه خریدن، خونه خیلی رشد کرده، تو این موارد تقسیم میشه. ولی اگه فرض کنیم یه خانومی یا یه آقایی میاد تو زندگی فرد دیگه، هیچ مال خاصی با خودش نمیاره و هرچی هم درآمد داره برای خودش نگه میداره، بچه هم با هم ندارن، تو این موارد دیگه تقسیم نمیشه، چون you work out with what you work in. ولی اگه پیچیده تر باشه دیگه باید مورد به مورد در نظر گرفت. خب، خیلی هم ممنون. من یه سوال دیگه بخونم خدمتتون که گفته ما که ایران ازدواج کردیم پروسه طلاق در استرالیا رو میشه برامون توضیح بدید؟ والا به صورت کلی من حقوق تو ایران خوندم ولی هیچ موقع تو ایران وکیل نبودم و کار نکردم، در نتیجه در مورد قوانین ایران هم نمیتونم نظر بدم. منتها یه بار بخش آخر سوالشون میفرمایین که شاید. پروسه طلاق تو استرالیا برای ما چه شکلیه؟ آها، فرقی نمیکنه طلاق توی استرالیا چه توی ایران طلاق گرفته باشین، ازدواج کرده باشین، چه توی استرالیا ازدواج کرده باشین. بحث طلاق استرالیا دادگاه یک صلاحیت خیلی زیادی داره. تا زمانی که یکی از طرفین سیتیزن باشه یا پرمننت رزیدنت باشه یا ویزای قانونی داشته باشه که 2 سال، فکر کنم 2 سال یا 12 ماه تو اون ویزای قانونی باشه، میتونید درخواست طلاق از دادگاه خانواده استرالیا بدید. یعنی من هر کسی دیدم دادگاه استرالیا صلاحیت داشته، مگه اینکه هر دو طرف دیگه رو ویزای تمپرری باشن و مدت زیادی هم تو استرالیا نبوده باشن، در اون کیسا صلاحیت نداره دادگاه خانواده استرالیا. ولی در اغلب موارد هم تو خدمتتون هست کردم صلاحیت داره. پروسش دقیقا عین پروسه افرادی که اینجا طلاق ازدواج کردن. تنها چیزی که بعد اضافه بدن اینه که مدرک ازدواج ایران، سند ازدواج و عقد رسمی ایران رو باید به یک مترجم رسمی بدن که ترجمه کنه و یک افیدیویت آف ترنسلیتر که اونم یه فرم مشخصه. و افیدیویت یعنی مترجم میگه من این سند رسمی رو ترجمه کردم، این ترجمهشه تحت قسم. و همین پروسش خیلی ساده است و دقیقا همون پروسه که استرالیا طی میکنن افرادی که توی ایران ازدواج کردن و الان تو اینجا دارن زندگی میکنن هم میتونن طی کنن. من یه سوالی دارم مانا جان. کسی که اینجا ازدواج نکرده، مثلا ازدواجشون کلا خارج از استرالیا اتفاق افتاده، بعد اینجا از هم جدا شدن، اگر که بخواد اینجا دوباره ازدواج کنه لازمه حتما طلاق استرالیایی بگیره وقتی ازدواجش اینجا ثبت نشده؟ طلاقش ثبت شده تو کشور دیگه، نه. باید طلاق یه جا ثبت بشه بالاخره و بهتره که اینجا طلاق هم بگیرن، هرچند که استرالیا طلاق‌های بعضی کشورها رو به رسمیت میشناسه. ولی موضوع مهمیه به خاطر اینکه اگه اون ازدواج منجر به طلاق نشده باشه قانونا و شما دوباره ازدواج کنید، این جرمه. اوکی. در نتیجه بهتره که اون $1,000 فی دادگاه رو بدن، طلاق رو بگیرن با خیال راحت دوباره ازدواج کنن. چون اگه 1% هم مشکل باشه و استرالیا به طور کلی قبول داره، ولی حالا کشور به کشور فرق می‌کنه، اگه مثلا کشوری باشه که استرالیا طلاق اون کشور رو قبول نکنه، شما با یه دردسر بسیار بزرگ تو برای اینکه خیلی به راحتی میشد اتفاق نیفته. خیلی هم ممنون. سوال بعدیشون این هستش که در مورد وصیت‌نامه بهترین و ارزون ترین راه برای تهیهش چیه؟ بالا ارزون که من الان میبینم که خیلی از وبسایت ها میگن که وصیت‌نامه مثلا $100 $150 ارزون ترین اونه قطعا. ولی بهترین هست یا نه؟ به خاطر اینکه وصیت‌نامه علیرغم ظاهرش خیلی ساده نیست، چون بعضی اموالی هستن که تحت وصیت‌نامه که بهشون میگن استیت asset، بعضی اموالی هستن که نان استیت asset هستن و تحت وصیت‌نامه نیستن و باید مثلا
اسناد دیگری براش در نظر گرفته بشه. مثلا خونه‌ای که شما با شوهرتون جوینت تننسی دارید و مثلا میخواید سهمتون به شوهرتون نرسه به هر دلیلی، اون خونه باید اول از جوینت تننسی خارج بشه، وگرنه وصیت‌نامه بر نان استیت است. یعنی خیلی چیز ساده ای نیست. سوپرانویشن همینطور، به خاطر اینکه سوپرانویشن از لحاظ قانونی و تکنیکلی تراست، و اگه شما یه خانواده ساده ای باشید که مثلا یه خانواده هسته‌ای، زن و شوهر دو تا بچه، احتمالا مشکل خاصی پیش نمیاد. ولی اگه به هر دلیلی نخواید به مثلا شوهرتون برسه سوپرانویشنتون، یا مثلا به همسرتون یا زنتون برسه و مثلا بخواید به خواهرتون برسه، اون موقع باید توی بایندینگ دت بنفیت نامینیشن و وصیت‌نامه براش کافی نخواهد. در نتیجه استیت پلنینگ، این حوزه حقوق بهش میگن استیت پلنینگ، علیرغم ظاهر سادهش حوزه خیلی ساده ای نیست و اینجور وصیت‌نامه ها ممکنه کافی باشه برای کیستون. وصیت‌نامه های آنلاین ممکن هم هست کافی نباشه، ولی به قول خارجی ها you don't want to die wondering، یعنی نمیخوایم ببینید دور از جون فوت بشین و بعد ببینید مشکلی هست، چون اون موقع درست کردنش ده ها هزار دلار و سوپریم کورت اپلیکیشن و اینجور داستان است. ارزون ترین آنلاین ویل یا ویل پست آفیسیه بهترین، فکر نمی کنم باشه. ولی چیزی که قطعاً به نظر من ازش دوری کنید تراستین گاردین هست، به خاطر اینکه تشویق میکنه افراد رو که خودشون رو، یعنی همون تراستین گاردین رو بذارن به عنوان متولی اموال، اگزیکیوتور اموال، که بهشون این حق رو میده که پس از مرگ یه کمیسیون خیلی خوبی از ماترک بردارن. به نظر من و کلا تراستین گاردین که من در این زمینه بدنامه که بی خودی تشویق میکنه که خودش اگزیکیوتور باشه، در حالی که خیلی از افراد دوستی دارن، پدری، مادری، همسری داره که میتونه این کارو مجانی انجام بده و وکلای خصوصی اینو پیشنهاد میکنن. یعنی و من از این جهت چون هزینه آماده کردن یه وصیت‌نامه ساده خیلی بیشتر از آنلاین نیست، مثلا 500 600 دلار، با اون فاصله 400 دلار میتونید یه مقداری امن‌تر باشه. به نظر من بهترینش وکیل خصوصیه. تراستین گاردین به نظر من حتما دوری کنید. پست آفیس فیل ممکنه کافی باشه، ممکنه نباشه، ولی ریسک بزرگیه دیگه. آپ تو که میخواین ریسک کنید. خیلی ممنون. سوال بعدیشون اینه که بچه ها از چه سنی میتونن تنها و با دوستاشون شب برن بیرون و گردش؟ این بحث نسسرلی بحث خانواده نیست، بحث چیلدرنز لو. خیلی البته من تو چیلدرنز لو خیلی سابقه و دانشی ندارم، نمیخوام یه جواب کلی بدم، ولی به صورت متعارف دیگه بچهای کوچیک نباید، بچهای کوچیک‌تر، و اینم بحث این که کی کوچیکه کی بزرگه بحث یه مقدار سابجکتیویه، بعضی یه مقدار زودتر عاقل میشن، بعضی یه مقدار دیرتر، ولی چیزی که متعارفه رو باید در نظر بگیرن. اینو نمیخوام زیاد چیز کنم چون ممکنه سر کله دی سی جی و دیپارتمنت اف کامیج. مثلا من یه کیسی داشتم، میگم زیاد من توی زمینه کار نمیکنم، زیاد با نیستم، ولی یه کیسی داشتم که یه مادری بچه 7 ساله و 6 ساله رو تنها گذاشته بود رفته بود ایران 2 هفته و دیپارتمنت اف کامیونیتیز اند جاستیس درگیر شده بود، بچه ها رو ازش گرفته بود، ولی ایشون از من کمک خواست، سریع زود برگشت از ایران و ما رفتیم دادگاه و دیپارتمنت اف کامیونیتیز اند جاستیس فقط بچه ها رو 14 روز یا 7 روز نگه داشت، بعدش دیگه بهش پس داد. ولی خب دیگه up to the parents و چیزی که متعارفه و هر چقدر اون چیزه. خب مانا جان، یه سوال بودش که شما گفتین بهشون که توضیحش بیشتر اینجا بهشون قول دادین میدین که گفتن که ممکنه در مورد اینکه چطور اموال مشترک در زندگی مشترک رو از لحاظ قانونی کاری انجام بدن که نتونه بدون اجازه شریک زندگیش بفروشه. ممکنه که توضیح بدید اینم لطفا. راحت ترین کار، این سوال میتونه خیلی تکنیکال بشه ولی جواب کلی و سادهش اینه که راحت ترین کار اینه که همه اموال به اسم مشترک باشه، مخصوصا اموال مهم که خونه است. معمولا مهمترین مال افرادی مثل ما یه خونه است، یا دو یا سه تا یا هر چند تا خونه است، که بهترین پیشگیری برای اینکه یکی از طرفین سوء استفاده نکنه اینه که حتما اون مال به صورت جوینت خریده بشه، اسم هر دو طرف روی سند باشه. چون چیزی که پیش میاد، اشتباه رایجی که پیش میاد اینه که یکی از طرفین میگه مثلا من این به اسم من باشه، مثلا لازم مالیاتی یا هرچی بهتره
که حالا اصلا وقت مالیاتشو نمیکنن، ولی بعد میگه که خب مثلا اگه مشکلی پیش اومد میریم دادگاه خانواده، تو دسترسی داری به دادگاه خانواده، همه چی 50-50 میشه. این حرف در کلیتش غلط نیست، ولی تا دادگاه خانواده راه زیادیه و اولا که بسیار گرونه. هر گونه اکسرسایز قضایی جودیشیال دیسکریشن یه چیز خیلی گرونیه، بستگی به اویدنس داره، آماده کردن اویدنس خیلی گرون و طولانیه و اینکه اون فرد دستش خیلی بازتره که سوء استفاده کنه. اگه مثلا خونه ای به اسم یکی از طرفین باشه و حالا به هر دلیلی اون فرد میتونه به راحتی خونه رو بفروشه و اموالش رو گم و گور کنه، مگر اینکه شما خیلی به سرعت برید دادگاه خانواده و اینجانکشن بگیرید. و این قضیه مضاعفاً مهمه در زمینه خانواده، به خاطر که اگه مثلا همسری زنی توی خونه همیشه کار کرده و مثلا بیرون کار نکرده، مراقب بچه ها بوده و شوهرش بیرون کار کرده و مورگج و پول خونه و اینا رو شوهر داده، اون زن قانونا حق کیویت نداره. چون یه پروسس دیگه هست که این پروسس خیلی راحتیه، یه چیزی هست به نام کیویت که یه وکیل میتونه به راحتی با یه فرم فروش یه خونه رو قفل کنه. ولی اون فلای د اوینتمنت مشکل اینه که کیویت تو دادگاه خانواده اگه زن مستقیما به خونه کانتریبیوشن نکرده باشه، شما حق درخواست کیویت ندارید و وکیلی که کیویت روی خونه میذاره هم شخصا میتونه تخلف کنه، هم شخصا مسئول ضرر و زیانه و زنی هم که به اشتباه کیویت رو خونه میذاره مسئول ضرر و زیانه. یعنی عملا تو دادگاه خانواده شما یه مشکل مضاعف هم دارید که اگه مستقیما به مورگیج کانتریبیوشن نکرده باشید، تنها راه چاره شما دادگاه خانواده است، یعنی به سرعت باید برید ارجنت اینجانکشن بگیرید که این خونه مثلا فروش نره، که اون کار سختیه و $500 قطعا نیست، خیلی بیشتر از $500. در نتیجه اگه میخواید با همسرتون زندگی کنید و اگه زندگی رو دارید با هم میسازید، ایدئال ترین گزینه اینه که خونه ها به اسم دو طرف باشن، وگرنه اگه شما مثلا جدا شدید و میبینید که خونهتون رفته توی مارکت، همسرتون بدون اجازه شما داره میفروشه، باید سریعا با یه وکیل صحبت کنید و حواستون هم باشه اگه کیویت به ناحق بذارید یا به اشتباه بذارید مسئول ضرر و زیانشید و اون وکیل هم میتونه مسئول شه. مثلا من خودم کیویت تو زمینه خانواده نمیذارم مگر اینکه از بریستر ادوایس کانفرم بگیرم و همه امضا کنن و اینا، چون مسئولیت بسیار سنگین متوجه وکیل و متوجه موکله. خیلی هم ممنون. سوال بعدی این هستش که در رابطه با گرفتن طلاق ایرانی توی استرالیا و دریافت مهریه در حالی که شرایط گرفتن طلاق در ایران را نداشته باشیم توضیح بدید لطفاً. و این میره به بحث قانون ایران که من درش انجام نمیدم، ولی گرفتن طلاق ایرانی در استرالیا توی وبسایت سفارت نسبتا خوب توضیح داده و یکی از شرایطش، حالا غیر از اینکه همه چی باید توافقی باشه و باید برید تو مراکز اسلامی اون خطبه طلاق رو بخونن بعد ارائه بدید و اینا، میتونید تو سایت سفارت بنویسید. فقط در نظر داشته باشید که توی سایت سفارت هم نوشته اگه میخواید طلاقتون توی سفارت انجام بشه باید مو به مو عین اون چیزی که سفارت بگه، یعنی اگه یه ذره هم این ور اون ور باشه دیگه سفارت وارد نمیشه، میگه برید ایران یا وکیل استخدام کنید تو ایران که از دادگاه ایران کار طلاقتون میگن. و اون درکی که من از متن سفارت دارم اینه که طلاق استرالیایی حتما باید جوینت اپلیکیشن باشه، یعنی اگه سول اپلیکیشن باشه، چون طلاق استرالیا خیلی راحته و خیلی از طرفین میرن سریع مثلا پورتال یه اپلیکیشن رو باز میکنن ولی اشتباها میزنن سول. اگه اون باشه اون کافیه که سفارت وارد این داستان نشه. حواستون باشه که مو به مو و خیلی دقیق اون سفارشات سفارت رو انجام بدید و اگه هم سوالی داشتید حتما وکیل، چون بعدا داستان میشه دیگه. من دیدم متاسفانه کسی که مثلا منظورشون این بودی که سول اپلیکیشن بوده ولی چون یکی از طرفین این فایل رو باز کرده اون عملا شده، ببخشید منظورشون بودی که جوینت اپلیکیشن برای دیورس توی استرالیا ولی عملا شده سول و حالا بعد برن ایران و داستان شده. ولی مهریه که خب طبق قانون استرالیا ما مهریه‌ای نداریم، تو بعضی از کیسا در نظر گرفته میشه، تو بعضی در نظر گرفته میشه، خیلی گره و خاکستریه و بتونم کلی بگم واقعا نمیتونم.
خب مانا جان، سوال بعدی رو براتون بخونم. گفته که چه شرایطی برای درخواست نفقه وجود داره، که اینجا فکر کنم میشه چایلد ساپورت دیگه، درسته؟ بیشتر از چارت ساپورت میشه اسپاوزال مینتیننس. چارت ساپورت، آره بتونیم اگه نفقه رو دو قسمتش کنیم. چایلد ساپورت بر اساس یه فرمولی که دیپارتمنت آف هیومن سرویسز تو وبسایتش گذاشته و درخواست ادمنستریتیو که یکی از والدین میده انجام میشه، نیاز به درخواست دادگاه نداره و اصلا دادگاه خانواده در چایلد ساپورت وارد نمیشه مگر دیپارچر آف چایلد ساپورت و مسائل خیلی تکنیکال که اصلا پیش نمیاد، خیلی خیلی کم میشه. چایلد ساپورت یه بحث اداریه، مثل هر بحث اداری دیگه، ساده است، ارزونه، یه فرمولی داره و شما میتونید خیلی راحت گوگل کنید چایلد ساپورت، اولین وبسایتی که میاد دیپارتمنت آف هیومن سرویسز، درخواستش رو بدید، همه سوالاتتون رو هم به صورت مجانی انجام میدن و معمولا عدد چایلد ساپورت خیلی بالا نیست، مخصوصا اگه فرد مقابل بیزینس اونر باشه، به خاطر که عدد اینکام رو در نظر میگیرم نه عدد واقعی که اون فرد سود میبره. اگه طرف یه پروفشنالی باشه که مثلا توی شرکتی کار میکنه سالی 200 هزار تا، چرا چارت ساپورت بالا میره، ولی معمولا عدد چارت ساپورت برای بیزنس اونرها و افرادی که کارمندان درآمدشون خیلی بالا نیست، عدد خیلی بالاست. بحث دوم که نفقه تو ایران، حالا ما اصطلاح میگیم اسپاوزال مینتیننس. اسپاوزال مینتیننس یه بحث قضاییه، یه بحث اداری نیست، باید از دادگاه خانواده بگیرید. فقط و فقط در صورتی داده میشه، اولا سخت گرفتنش، آسون نیست، فقط و فقط در صورتی داده میشه که زن یا مردی که درخواست رو داره نتونه خودش رو حمایت کنه و اون فرد بتونه، یعنی به هر مثلا درآمدش خیلی بالاست، یعنی علاوه بر حمایت خود اون فرد، مثلا شوهر هم خودش رو میتونه حمایت کنه، هم همسر سابقشو. و اسپاوزال مینتیننس موقتی هم هست، یعنی اینجوری نیستش که دائم باشه. بعضی کیس ها چرا داده میشه، من دیدم که مثلا موکلا گرفتن، ولی اونجوری نیست. اولا بعد نشون بدید چرا نمیتونید کار کنید. میشه جوابش اینطوری میتونه باشه که مثلا درآمد چیز خاصی، مثلا دیگری خاصی یا پروفشن خاصی ندارم و الان استودنتم، یا مثلا از بچه ها نگهداری میکنم، اینا قابل قبوله، ولی باید یه اویدنس محکم و مستدلی باشه که چرا حتی مثلا کژوال نمیتونه کار کنه طرف، و اون طرف مقابل هم باید بتونه که اون طرف رو ساپورت کنه، یعنی یه بحث دو بخشیه. و برخلاف ایران که ما مثلا مهریه یا نفقه چیزایی هستن که ما وجود ندارن، یعنی مهریه رو مرد اگه نداره هم باید بره براینده بیاره، به صورت کلی تو استرالیا، تو استرالیا باید باشه که تقسیم بشه، یعنی اگه مرد هیچی نداشته باشه یا زن هیچی نداشته باشه چیزی هم نیست که تقسیم بشه، کسی در آینده موظف نیست، یعنی اینو توی تفکر در نظر بگیریم. ولی آره نفقه به صورت دو بخش، چالد ساپورت از دیپارتمنت آف هیومن سرویسز میگیرید، مگر اینکه بخواد دیپارچر آف چالد ساپورت باشه که یه بحث تخصصیه، و اسپاوزال مینتیننس که ممکنه کیستون اسپاوزال مینتیننس درخواست بده، ولی اونجوری نیست که فکر کنید مثل ایران باشه، یه مقداری سیستمش فرق. خیلی هم ممنون. سوال بعدی این هستش که آیا طلاق وصیت‌نامه رو باطل میکنه؟ طلاق در ایالت نیو ساوت ولز، ویکتوریا، کوینزلند وصیت‌نامه رو به صورت کامل باطل نمیکنه، ولی اون بندهایی که به همسر سابق سود میرسونه رو باطل میکنه. یعنی اگه اگزیکیوترتون همسر سابقتونه، در نتیجه اون قسمتش باطل میشه و اگه اگزیکیوتر نداشته باشین توی وصیت‌نامه، اون وصیت‌نامه عملا به درد نمیخوره. عملا بعد از طلاق باید یه وصیت‌نامه دیگه بنویسین، هرچند که قانونا و خیلی تکنیکال بخوایم بگیم it only revokes the will to the extent that it benefits the husband، یعنی قانونش اینه، فقط اون بخشایی که به همسر سابق نفع میرسونه رو باطل میکنه که ممکنه کل وصیت‌نامه باشه. اوکی، خیلی هم ممنون. سوال بعدی اینه که آیا ازدواج وصیت‌نامه رو باطل میکنه؟ بله، ازدواج قطعا وصیت‌نامه رو باطل میکنه، در نیو ساوت ولز و ویکتوریا که قطعا این قانونه، کوینزلند هم اگه اشتباه نکنم همه قانونه، و بعد از ازدواج باید یه وصیت‌نامه دیگه بنویسه. خیلی هم ممنون. سوال بعدی این هستش که آیا برای طلاق رضایت دو طرف نیاز هستش؟ نه، فقط اگه طلاقتون میخواین جوینت اپلیکیشن باشه، بله برای اون رضایت دو طرف نیاز هست، ولی اگه طلاق رضایت دو طرف نباشه،
هر کدوم از طرفین بعد از 12 ماه جدایی به راحتی میتونه درخواست طلاق بده و اون طرف تقریبا هیچ موقع نمیتونه رزیست کنه که بگه من طلاق نمیدم یا نمیشه. اون حکم طلاق در 99.9% موارد داده میشه. خیلی هم ممنون. من باز یه نگاهی بکنم ببینم سوال جدید نیومده، چون من داشتم اونور سوالا رو نگاه میکردم خدمتتون. خب نه، فکر میکنم که من همه سوالا رو ازتون پرسیدم. اینم بازم تا بالا برم که سوالی جا نمونه، چون بعضی موقع پیش میادش که سوال جا میمونه، بعد معترض میشن که من چرا جا انداختم. مانا جان، من خیلی ممنونم که تو برنامه ما حضور پیدا کردین، زحمت میکشین و اطلاعاتتون رو در اختیار بیننده های ما قرار میدین. میدونم آخر وقت هم خسته هستید و متشکرم واقعا که برای جامعه فارسی زبان اینقدر زحمت میکشید. خواهش اگر میکنم از زحمات